فدراسیای فوتبال تاجیکستان روز 29 اکتبر سال 2022 در صفحه‌اش در فیسبوک خبرها درباره بازی دوستانه تیم‌های فوتبال تاجیکستان و روسیه را رسما تصدیق کرد. بنا به اطلاع این نهاد، فدراسیای فوتبال تاجیکستان و اتحادیه فوتبال روسیه برای برگزاری بازی دوستانه میان تیم‌های ملی دو کشور به موافقه رسیدند. واخوری دسته‌های تاجیکستان و روسیه روز 7 نوامبر در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار می شود که آن می تواند 20,000 تماشابین را جمع آورد. بازی ساعت 20:00 آغاز می شود. قبلا تاجیکستان و روسیه در سطح تیم‌های ملی هیچگاه وو نخورده بودند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان یادداشت کرده است که در رده‌بندی فیفا منتخب روسیه در زینه 33 و تیم ملی تاجیکستان در موقع 108 جای گرفتند. طبق قبلا خبر دادیم تیم ملی فوتبال روسیه که به دلیل جنگ روسیه به ضد اوکراین از حق شرکت در مسابقه های بین المللی محروم شده به رقیبان جدی مانده است و در جستجوی رقیبان برای بازی رو به آسیای مرکزی آورده است.